آموزش آستین مشلی که ما بازم سر آستین ما را 8 انچ میگیریم و زیر قل ما را هم 3 انچ میگیریم. بعدا توسط مهره دست ما به شکل موج مانند زیر قل ما گرد میکنیم به شکل و بعد از او درازی آستین ما را نظر به مشتری ما میگیریم که معمولا 22 23 الی 21 می باشد و دهن آستین ما را 10 الی 12 انچ میگیریم به شکل. بعد این دو نقطه را با هم توسط خط کش وصل میکنیم. بعد از آن ما خطوط قیچی میکنیم بعد از آن ما زیر آستین ما را یا پایان آستین ما را ما از 1 الی 4 انچ میتونیم بگیریم. تو اینجا کاغذ کم است، ما 1 انچ گرفتیم. در اصل 4 انچ زیاد مقبول میه، 3 الی 4 انچ زیاد خوب میه و 1 انچ میگیرن از خاطر. و بعد از زمین خطوط ما خط کش میکنیم. بعد از او به اندازه 1 سانتی متر ما عقد دوخت ما را میمونیم. متوجه باشین 1 سانتی متر. امی کار ما 5 الی 6 بار انجام میدیم، چون هر چقدر زیادتر باشه مقدار چین بسیار مقبول میخورم. به شکل این الگویش بود. بعدا ما مشلی ما را از این تارای لاستیکی پر میکنیم، بعد دماغو میمونیم و بعدا به این شکل امو یک اینجا که ما انزا گرفته بودیم به این شکل ما درز میریم، چون زیر ماشین مشله است و لاستیک داره از خود به این شکل چین میخوره و می سادگی که ما این کار 5 الی 6 بارم انجام میدیم. بعد از آن اتو میکنیم و می جایی که باز مانده ما درز میگیریم. به می سادگی هم شده از آستین بسیار زیبا و مقبول.